سلام، خیلی خوش اومدید. هممون که با ابزارهای هوش مصنوعی کار میکنیم، یه هدف مشترک داریم. اینکه نتایج بهتر و کاربردی تری ازش بگیریم. مگه نه؟ امروز قراره دقیقاً بریم سراغ همین موضوع و ببینیم چطور میتونیم از یه دستور ساده و خشک به یه گفتگوی واقعی و هوشمندانه با هوش مصنوعی برسیم. خب، بیایید با یه سوال شروع کنیم که احتمالاً ذهن هممون رو درگیر کرده. چرا هوش مصنوعی گاهی وقتا اصلاً نمیفهمه ما چی میخوایم؟ حتماً براتون پیش اومده که یه چیزی ازش میخواید و جوابی که میگیرید یا خیلی کلیه یا اصلاً ربطی به موضوع نداره. این حس کلافگی رو کاملاً درک میکنم. ریشه مشکل دقیقاً همینجاست. یه شکافی وجود داره بین اون ایده‌ای که توی ذهن ماست و اون خروجی که هوش مصنوعی تولید میکنه. اما نکته جالبش چیه؟ اینکه مشکل از هوش مصنوعی نیست، بلکه از روش حرف زدن ما باهاشه. به این مثال نگاه کنید، خیلی ساده و روشنه. وقتی ما خیلی کلی میگیم یک شعر بگو، داریم یه دستور کاملاً مبهم میدیم. خب طبیعتاً هوش مصنوعی هم یه جواب ساده و بی هدف بهمون تحویل میده. این تصویر خیلی خوب نشون میده که یه دستور کلی چطور به یه نتیجه ناامید کننده ختم میشه. اینجا میرسیم به کلمه کلیدی این بحث، پرامپت. پرامپت خیلی ساده، یعنی همون دستورالعملی که ما به هوش مصنوعی میدیم تا یه کاری برامون انجام بده. و قانون طلاییش اینه، هر چقدر پرامپت ما دقیق‌تر، واضح‌تر و ساختارمندتر باشه، نتیجه‌ای که میگیریم هم بهتر و به خواسته ما نزدیک‌تره. به همین سادگی. خیلی خوب. حالا که مشکل رو شناختیم، بریم سراغ راه حل. وقتشه که یه نقشه راه برای ارتباط شفاف و درست با هوش مصنوعی یاد بگیریم. این نقشه راه چیزی نیست جز ساختار یه پرامپت مؤثر و حرفه‌ای. فکر کنید این یه دستور پخت 5 مرحله‌ایه برای یه پرامپت عالی. خیلی ساده است. اول براش یه نقش تعریف می‌کنیم. مثلا بهش میگیم تو یه متخصص بازاریابی هستی. دوم، هدف دقیق رو مشخص می‌کنیم. سوم، لحن رو تعیین می‌کنیم. مثلا دوستانه باشه یا رسمی. چهارم، جزئیات و هر محدودیتی که داریم رو بهش میگیم و در نهایت مشخص می‌کنیم که خروجی رو در چه فرمتی می‌خوایم. مثلا یه لیست، یه جدول یا یه پاراگراف. این مرحله اول یعنی تعیین نقش خیلی جالبه. فکر کنید شما کارگردان هستید و هوش مصنوعی بازیگر شماست. وقتی به بازیگرتون میگید که نقش یه مورخ رو بازی کنه یا نقش یه نویسنده خلاق، در واقع دارید کل مسیر جوابش رو مشخص میکنید. این اولین و مهمترین قدم برای گرفتن یه خروجی عالیه. نکته کلیدی بعدی اینه: شفاف باشید. هرچی جزئیات بیشتری درباره هدف، لحن و محدودیت هاتون بهش بدید، هوش مصنوعی کمتر مجبور میشه حدس بزنه. و خب هرچی کمتر حدس بزنه، به ایده اصلی شما نزدیکتر میشه. این جزئیات دقیقاً همون پلی هستن که اون شکاف بین ذهن شما و خروجی هوش مصنوعی رو پر میکنن. خب حالا که اصول اولیه رو با هم مرور کردیم، آماده اید بریم یه پله بالاتر؟ وقتشه پرامپتامون رو حرفه‌ای کنیم و ببینیم چطور میشه از پس کارای پیچیده‌تر باش بر اومد. این اسلاید مثل یه جعبه ابزار حرفه‌ای میمونه. میتونیم دستورای مرحله به مرحله بهش بدیم، بهش بازخورد بدیم تا جوابش رو بهتر کنه یا حتی براش مثال بزنیم. میتونیم بگیم مخاطب ما کیه یا مشخص کنیم خروجی چه سبکی داشته باشه، مثلا فوتوریالیسم باشه یا سایبرپانک. یه تکنیک خیلی جالبم هست به اسم زنجیره تفکر که از هوش مصنوعی میخوایم قبل از جواب نهایی مراحل فکر کردنش رو برامون بنویسه. این کار دقتش رو فوق‌العاده بالا میبره. این جدول خیلی قشنگ نشون میده که اضافه کردن یک کلمه چقدر میتونه نتیجه رو زیر و رو کنه. وقتی به پرامپت اضافه میکنیم برای کودکان توضیح بده، جوابش کاملا با مخاطب ما هماهنگ میشه. یا وقتی سبک نقاشی دیجیتال رو مشخص میکنیم، یه خروجی هنری دقیقاً همونطوری که میخوایم تحویل میگیریم. یادتون باشه، برای کارهای پیچیده بهترین کار اینه که اونها رو به مرحله‌های کوچیک‌تر بشکنید. وقتی هوش مصنوعی رو قدم به قدم راهنمایی می‌کنیم، خیالمون راحته که نتیجه نهایی هم منطقیه، هم کامله و هم دقیقاً طبق اون چیزیه که تو ذهنمون بوده. و حالا میرسیم به بخش آخر و شاید بشه گفت مهمترین بخش، تغییر ذهنیتمون. باید یاد بگیریم که پرامپت نویسی یه دستور یک طرفه و از بالا به پایین نیست، بلکه یه گفتگوه، یه همکاری دو طرفه است.
این جمله خلاصه تمام حرفهای ماست. یک پرامپت خوب یک دستور نیست، بلکه شروع یک گفتگوست. اگه با این دیدگاه به ماجرا نگاه کنیم، کل روش تعاملمون با هوش مصنوعی عوض میشه. بازخورد شما یه بخش حیاتی از این گفتگوه. وقتی به هوش مصنوعی میگید که جوابش رو بهتر کنه یا یه چیزی رو تغییر بده، شما دارید مثل یه راهنما عمل میکنید و اون رو به سمت یه جواب بی‌نقص هدایت میکنید. این تعامل رفت و برگشتی کلید رسیدن به نتایج شگفت‌انگیزه. و در آخر این سوال برای شماست. با همه چیزهایی که امروز یاد گرفتیم، شما با پرامپت بعدیتون چه گفتگوی هوشمندانه و خلاقانه‌ای رو میخواید شروع کنید؟ آینده این گفتگو دست شماست.